سلام رفیق، چطوری؟ من اردلانم و اینجا فکتبله. من اینجام تا دید تو رو نسبت به فیلم و سریالایی که دوستشون داریم تغییر بدم. فکر می‌کنی همه چیز رو در مورد سریال بریکینگ بد میدونی؟ من امروز اینجا از ماجرای مرگ جسی پینکمن تا کلاه معروف هیزنبرگ رو برات بررسی میکنم. اما قبل اینکه ویدیو رو شروع کنم میخوام یه توضیح کوتاه راجع به این سریال بدم برای کسایی که این سریال رو ندیدن. این سریال در 5 فصل از ژانویه 2008 تا سپتامبر 2013 از شبکه AMC پخش شد. این سریال داستان یه معلم شیمی رو روایت میکنه که وقتی متوجه میشه سرطان داره، برای آینده خانواده‌اش تصمیم میگیره وارد دنیای خطرناک مواد بشه. اتفاقاتی که برای این معلم شیمی میفته باعث میشه این سریال تبدیل بشه به یکی از بهترین سریال‌های تاریخ. این سریال جوایز زیادی مثل 16 تا جایزه ایمی، 2 تا جایزه گلدن گلوب و کلی جایزه دیگر برنده شده. اما الان وقتش که بریم سر موضوع اصلی ویدیو. والتر وایت فقط تو داستان یه شیمیدان نابغه نبود. برایان کرانسون بازیگر نقش والتر وایت برای اینکه بتونه نقش یه معلم شیمی رو به خوبی در بیاره و حالت رفتاریش و کار با وسایل آزمایشگاهیش طبیعی و درست باشه، با تعداد زیادی شیمیدان و معلم شیمی مشورت کرده بود. حتی تعداد زیادی از معادلاتی که تو سریال رو تخته می‌نویسه معادلات درستی هستن. شاید براتون باور نکردنی باشه، ولی وینس گیلیگان کارگردان سریال تصمیم داشت که جسی پینکمن رو در آخر فصل اول بکشه، ولی بازی فوق‌العاده آرون پال تو این سریال باعث شد که نویسنده‌ها به این فکر کنن که برای فصل‌های بعد نقشش رو گسترش بده. والتر وایت در طول سریال از رنگ‌های سبز و بژ استفاده میکنه که رنگ‌های کمرنگ و نامشخصی هستند. اما به مرور لباس این شخصیت به مشکی که نماد قدرت و شره تغییر پیدا میکنه. حتی جسی پینکمن رنگ‌های روشن و رنگ‌های پررنگ تنش میکنه که نشون دهنده شخصیت احساسی و آسیب پذیرشه. صحنه‌های غذا خوردن جسی پینکمن تصادفی نبودن. آرون پال بازیگر نقش جسی پینکمن بعد از سریال تو کلی از مصاحبه‌هاش گفته که تو خیلی از صحنه‌هایی که داشته غذا می‌خورده واقعا گرسنه بوده. تیم تهیه کننده ها از این موضوع استفاده کرده بودن تا اضطراب و استرس رو در شخصیتش و چهرهش نشون بدن. یکی از پیچیده‌ترین صحنه‌های انفجار تاریخ تلویزیون صحنه انفجار خونه توکو سالامانکا بود که طراحی این انفجار تقریبا 6 ماه طول کشید. تیم تولید مجبور شد تقریبا یه ماکت از اون خونه درست کنه تا بتونه بعدا منفجرش کنه. داستان از این قراره که برایان کرانستون بازیگر نقش والتر وایت سر لوکیشن فیلمبرداری به علت تابش خورشید و آفتاب از تیم پشت صحنه درخواست کلاه میکنه. وقتی اون کلاه رو سرش میذاره و داخل لوکیشن میاد، تیم تهیه کننده ها میگن خودشه، ما همین هیزنبرگ رو میخواستیم. بعدا این کلاه تبدیل شد به نماد ترس و قدرت این شخصیت. Say my name. چیزی که شنیدین فعل بداهه بود. داستان از این قراره که برایان کرانستون این دیالوگ رو سر صحنه گفته و حتی تو فیلمنامه اصلی هم نبوده. در کتاب رکوردهای گینس بریکینگ بد به عنوان بالاترین امتیاز سریال در تاریخ IMDb ثبت شده. امتیاز 9.5 از 10 با بیش از 2 میلیون رای. 737 یک شوخی شیمیایی که کل سریال با ما همراه. تو قسمت اول شماره پرواز والتر وایت 737 بود که تو جدول تناوبی عدد 73 مربوط به تانتالون که نماد وسوسه است مثل تمپتیشن و عدد 7 هم نیتروژنه که گازی بی اثره مثل زندگی کسل کننده والتر وایت قبل از تبدیل شدن به هیزنبرگ. اگه از این فکتا خوشت اومد و دوست داری فیلم‌ها و سریال‌ها رو از یه زاویه دیگه ببینی، حتما چند سابسکرایب کن و زنگوله‌شو بزن. نظرت راجع به این فکت‌ها چی بود؟ کدوم یکیشون برات جالب‌تر بود؟ نظرتو حتما برام بنویس تو کامنت‌ها و ویدیو رو لایک کن، چون همه کامنت‌ها رو میخونم و جواب میدم. و یاد نره تو فکتبل هر فیلم و سریال یه رازی داره، فقط باید درست نگاش کنی. مرسی که تا اینجا کنارم بودی. تا ویدیوی بعدی مراقب خودت باش.